تاجیکستان تمکین مهراب‌الدین، یک دختر افغانستانی را اخراج یا دپورت کردند که از خشونت عائلوی شکایت کرده بود. این دختر 19 نوامبر سال گذشته با گریه در شبکه‌های اجتماعی میگفت شهروند افغانستان از سوی یک هموطنش او را در تاجیکستان عذاب داده است. ریاست کارهای داخلی دوشنبه در واکنش به این شکایت نوشته بود تمکین مهراب‌الدین 24 ساله همسر مردی است که از بالای او شکایت کرده بود. مقامات درباره این حادثه دیگر چیزی نگفتند، اما طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی مقامات تاجیکستان تمکین مهراب‌الدین را 17 دکمبر سال 2024 از تاجیکستان به افغانستان دپورت کردند. مقامات برای شرح مسئله فعلا دسترس نیست. خود تمکین مهراب‌الدین در صحبت با رادیوی آزادی گفت مقامات تاجیکستان بدون شرح زیاد او، خواهر و برادرش را از منزلشان در شهر وحدت گرفته به گذرگاه 5 بردند و به افغانستان پیش کردند. به گفته این دختر 24 ساله سبب اخراج او را این گفتند که هم روادید تاجیکستان و هم کارت پناهندگی داشته است.